الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى، والشرح لفضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد حفظه الله تعالى. اینک به عون الله تعالی ما درس خود را دوام میدهیم از شرح شرط‌های نماز و ارکان و واجبات آن از آن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى. شرح از آن شیخ علامه عبد المحسن عباد الحمد حفظه الله تعالى است. موضوع درس موضوع موضوع نو واجبات الصلاة، يعني واجبات نماز. قوله قول شيخ الإسلام: والواجبات الثمانية جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. همه تكبيرات واجبات هشتمی باشن، همه تكبيرها غير تكبيرة الإحرام. وقوله سبحان ربي العظيم، گفتنی سبحان ربي العظيم فوق از پروردگار بزرگ من في الركوع، این را در رکوع گفته میشد. وقول سمع الله لمن حمده، و گفتنی سمع الله لمن حمده یعنی کسی الله را ستایش کند، الله وی را اجابت میکند. للامام والمنفرد، برای امام، یعنی گفتنی این برای امام و برای شخصی تنها گذار. وقول ربنا ولك الحمد للكل، و گفتن ربنا ولك الحمد ای پروردگار ما همه ستایش لایق توست، برای همه، یعنی مراد از همه، هم برای امام و هم برای شخصی تنها گذار و هم برای شخصی که از پس امام میخواند. و قول سبحان ربی الاعلی فی السجود، و گفتن سبحان ربی الاعلی در سجود، یعنی پاک از پروردگار عالی من. و قول رب اغفر لی، و گفتنی رب اغفر لی ای الله ای پروردگار من گناهان مرا مغفرت کن بین السجدتین، یعنی دو سجده. و التشهد الاول والجلوس له، و تشهد یکم و برای خاطر تشهدی اول نشستن نیز از واجبات نماز است میبود. الشیخ و الشارح میفرماید که هذه الواجبات كلها قولية إلا واحدا منها فهو فعلي، وهو الجلوس للتشهد الأول. يعني این واجبات همشان واجبات قولی می باشند بجز یک تای از آنها که او واجبی فعلی می باشد، و هو الجلوس للتشهد الأول، برای تشهد اول نشستن. وقد ذكر ابن قدامة في المغني أن وجوب هذه السبعة القولية هو المشهور عن أحمد. يعني ابن قدامة در کتاب المغنی در مجلد 2 در صفحه 180 گفته است که واجب این، یعنی که واجب بودن این 7 واجبات قولی هو المشهور، این مشهور است عن احمد از امام احمد. و ان القول بعدم وجوبها قول اکثر الفقهاء، و سخن آیدی واجب نبودن اینها قولی اکثری فقها می باشد. اکثر فقها گفتن که اینها واجب نیست از سنت. قال گفته است که والمشهور عن احمد ان تکبیرة الخفض والرفع وتسبيح الركوع والسجود وقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد وقول رب اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول واجب. خب گفته است که مشهور، یعنی ابن قدامه گفته است از امام احمد چنین آمده است که تکبیری فرامدن و برآمدن، بالا شدن مثلا و تسبیح رکوع و سجود و گفتن سمع الله لمن حمده و ربنا ولك الحمد و گفتن رب اغفر لی میان دو سجده و تشهد اول واجب است.
وهو قول إسحاق وداود. تسكين قول إسحاق وداود وعن أحمد أنه غير واجب. وهذا أحمد اسمه أحمد وتسكين واجب نيست. وهذا شيء وتشابه دلالة. وهو قول أكثر الفقهاء، قول أكثر الفقهاء. ومما استدل به ابن قدامة في المغني على الوجوب قوله: وقد روى أبو داود عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ، إلى قوله. ابن قدامة بهمين دليل ميارات المغني بواجب بودن قولي وشني نسكي أبو داود از علي بن يحيى از خلاد از عمکش از پیغمبر صلی الله علیه و روایت میکند که گفت نماز برای کسی از مردم به اتمام نمیرسد تا طهارت نکند، الى قولی، تا قولی ثم یکبر، بعد از آن تکبیر میگوید، ثم یرکع، بعد از آن رکوع میکند، حتی تطمئن مفاصل، تا آن دمی که تا اون اندازه که تمامی پیوندهایش آرام میگیرند. ثم یقول سمع الله لمن حمده، بعد از آن سمع الله لمن حمده میگوید، حتی یستوی قائما، تا راست شدن. ثم یقول الله اکبر، بعد از میگوید که الله اکبر. ثم یسجد حتی یطمئن ساجدا، بعد از آن به سجده میرد تا در سجده آرام میگیرد. ثم یقول الله اکبر، باز الله اکبر میگوید و یرفع رأسه، سرش را بالا میبردارد. حتی یستوی قاعده، نشسته راست می ایستد، یعنی که راست می نشیند. ثم یقول الله اکبر، الله اکبر میگوید. ثم یسجد حتی تطمئن مفاصله، بعد از آن سجده میکند حتی پیوندهایش آرام میگیرند. ثم یرفع رأسه فیکبر، بعد از آن سرش را برداشته تکبیر میگوید. و اذا فعل ذلك فقد تمت صلاته، اگر همین ها را کند واقعا نماز او به اتمام رسیده است، یعنی که به اتمام میرسد. و هذا نص فی وجوب التکبیر، این است نص دلیل آیدی و واجب بودن تکبیر. والحديث في سنن ابي داود باسناد صحيح، این حدیث در سنن ابو داود با اسناد صحیح آمده است. وقد ذكر الشيخ رحمه الله التسميع للإمام والمنفرد دون المأموم. شيخ يعني شيخ الإسلام رحمه الله سمع الله لمن حمده را برای امام و برای شخصی تنها گذار ذکر میکند، نه برای شخصی از پسی امام نماز گذارنده. و هو صحیح، صحیح هست میگوید شیخ. قوله لقوله صلی الله علیه و سلم فی الحدیث، بنابر قول پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث آمده است که انما جعل الامام لیؤتم به، امام را امام قرار داده شده تا اینکه به او اقتدا کرده شد. و فیه قوله، و در همین حدیث چنین آمده است که و اذا قال سمع الله لمن حمده، چون امام سمع الله لمن حمده گوید، فقولوا ربنا ولک الحمد، شما ربنا ولک الحمد گوید. اخرجه البخاری، حدیث را بخاری روایت می‌کند زیر این رقم ها، عن انس و ابی هریره، از انس و ابو هریره، انس بن مالک بن النضر الانصاری و ابو هریره عبد الرحمن بن الصخر الدوسی رضی الله عنهما. فقد قال صلی الله علیه و سلم فی الحدیثین، پیامبر صلی الله علیه و سلم در دو حدیث گفته است که فقولوا ربنا ولک الحمد، شما ربنا ولک الحمد، الحمد امی که امام سمع الله لمن حمده گوید. ولم یقل فقولوا سمع الله لمن حمده، نگفته است که همتون این امام و از پس امام ایستاده همتون سمع الله لمن حمده گوید، نگفته است. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده مستدلا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن الحويرث. وبعض أهل العلم بشنين رأيان كي مأموم سمع الله لمن حمده ميقويا ونندي إمام مستدلا دليل يورن بعموم قوله پیغمبر صلی الله علیه و حدیث مالک بن الحويرث آمده است که وصلوا كما رأيتموني أصلي، و نماز گذارید چنانه که مرا میبینید من نماز میگذارم. اخرجه البخاری، حدیث بخاری روایت کرده است. و وجه الاستدلال، او دلیل یکی مثل دلیل آن است که ان النبی صلی الله علیه و سلم میفرماید که سمع الله لمن حمده، فالمأمومون يقولون سمع الله لمن حمده. فهمیدید؟ یعنی از پس امام ایستادگی ها
سمع الله لمن حمده مبين. لكن حديث ولا حديث إذا قال سمع الله لمن حمده وقتك سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد مخصص إن خاص كذا نشتز بحديث صلوا كما رأيتموني أصلي. يعني إيه حديثي خاص بوشه وهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم مانند قول پیامبر صلی الله علیه و آله إذا سمعتم النداء وقتی که شما ندا را شنوید فقولوا مثل ما يقول المؤذن. چخیلی که عموم آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله میفرماید که وقتی که مؤذن از آن شنوید که مؤذن را که از آن داده شده است مثل که مؤذن میگوید همه خیلی گوید، لیکن نه همه عباره های مؤذن را تکرار کرده میشه. هم خیلی است صلوا كما رأيتموني أصلي هم خل حسكي إمام حسكي أسبس إمام إنما حديث عامس رواه البخاري ومسلم حديث البخاري ومسلم رواه عن أبي سعيد وعن أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وقد خص من حديثه يعني كخاص كردونش از حديثه حي على الصلاة حي على الفلاح يعني استثناء كردونش فإنه يقال عندما در وقت مؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح گفتن نمیگوید که اینها را لا حول ولا قوة إلا بالله ميز كما في صحيح مسلم عن عمر شخريك در صحيح مسلم از عمر رواية كارشدس. نعم قوله وشيخ الإسلام فرنسكي فالأركان ما سقط منها سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بتركه. أركان هم خل چیزی می باشند که از ویها پیغمبرش اگر ساقط شود یعنی افتاد و جا آوردنش خود سهوان باشه خب قصدا نماز ویران میشد به سبب ترک کردن رکن. والواجبات ما سقط منها عمدا بطلت الصلاة بتركه. واجبات هم اون چیزی می باشد که از آنها کدامش که قصدا ساقط شود اگر یعنی افتاد و جا آوردنش نماز نیز به ترک او واجب چی میشد باطل میشود به سبب بد قصد. و سهوان جبره السجود للسهو اگر یعنی که سهوان از روی به فراموشی بین سهوان را ترک کرده باشد وی را سجده سهو اصلاحش میکنند درستش میکنند. الله اعلم. شیخ شارح میفرماید که ارکان الصلاة و واجباتها و مستحباتها كلها من اجزائها رکنهای نماز و واجبات و مستحبات نماز همه اینها جزهای نماز میباشند یعنی قسمهای نماز میباشند و هی داخله تحت التعريف الشرعي للصلاة هم اینا داخل میشن در زیر تعریف شرعی نماز یعنی که در شریعت نماز گفته چی را میگویند و هو اقوال و افعال مخصوصة مفتتحة بالتکبیر و مختتمة بالتسلیم یعنی نماز عبارت از سخن و از افعال مخصوص می باشد که با تکبیر آغاز میشوند و بس از تسلیم چی میشن نماز خاتمه مییابد. و بین الارکان و الواجبات و المستحبات فرق میان ارکان و واجبات و مستحبات فرق است. یا نعم فإن الارکان يتعين الاتيان بها ارکان همه خیلی عملهایی می باشند که و اینها را بجا آوردن حتمی می باشد ولا تسقط اذا تركها سهوا او عمدا یعنی اینها یگون ساقط نمیشه اگر و اینها را سهوا یا که قصدا ساقط کرده باشه. و اما الواجبات فتعمد ترکها یبطل الصلاة. خب اما واجبات باشن واجبات قصدا ترک کردن و اینها نماز ویران میشه و ترکها سهوا یجبر بسجود السهو و مثل و ترک کردن و اینها را سهوا شده باشد به سجده سهو چی میشوند جبران میشوند آباد میشه اصلاح میشوند. و اما المستحبات مثل دعاء الاستفتاح و الاستعاذه اما مستحب ها باشند مانند دعای آغاز نماز و استعاذه فإن من أتى بها أثيب کسی اینها را بجا آورد ثواب میگیره و من ترکها لا يعاقب الا اذا كان تركه إياها رغبة عن السنة و کسی که اینها را ترک کنه و را عقاب کردن نمیشوند مگر اگر به شرطی که ترک کردن و همین ها را به خاطر ترک سنت باشد قول صلی الله علیه و سلم فمن رغب یعنی ویم در زیر عقاب است فمن رغب عن سنتی فلیس منی کسی سنتی من ترک کند از من نیست. رواه البخاري ومسلم حديث البخاري ومسلم رواه كذا. فإن لفظ السنة في هذا الحديث أوسع إطلاقات لفظ السنة وبت لفظ السنة دارين حديث
از همه وسیعترین معنی های لفظی سنت می باشه. فإن المراد به طریقته، چون که مراد از ذکر کردن مثال گیریم سنت در اینجا این راهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و مکان علیه و همانی که در همان بود رسول الله صلی الله علیه و سلم و ذلك كل ما جاء في کتاب الله و سنت رسوله صلی الله علیه و سلم. این سخن یعنی که شامل تمام چیزی می باشد که در کتاب آمده است و در سنت پیغمبرش صلی الله علیه و سلم آمده است. هذا آخر ما تيسر تحريره في شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. این پایانی از چی که میسر شد نوشتن آن و تحریر کردن آن آیدی شرح شرط های نماز و ارکان آن و واجبات میشه از آن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالی، یعنی که به همین به آخر رسید. اسأل الله عز وجل ان یغفر له ويجزل له الأجر والثواب على جهوده العظيمة في نصرة الدين والدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة. از الله مسئله از الله عز وجل مسئله دارم که الله او را مغفرت کند و برایش اجر و ثوابی بر زیادی را عطا بخشد بنابر کوشش های بزرگی که در مورد نصرت دین و دعوت به چنگ زدن با کتاب و سنت صرفه کرده است و ما کان علیه سلف الامه و به همانی که مثال سلفی گذشتگانی این امت در همان بودن. و اسأله تعالی ان یوفق المسلمین للفقه في الدين والثبات على الحق. و از الله سبحانه و تعالی مسئله دارم که مسلمان ها را به فهمیدن در دین و استواری بر حق خود توفیق بخشد. انه سمیع مجیب، البته و شنوا است، اجابت کننده است. و صلی الله وسلم و بارک علی عبده و رسوله محمد. الله درود و سلام فرستاد و برکت عطا بخشد به بنده خود و به رسولش محمد و به خاندانی و به جمیع اصحابش. به همین یعنی کتاب به آخر رسید. از الله سبحانه و تعالی مسئله داریم که برای ما خودش یعنی که فهم در دین و استواری در حق عطا بخشد و مقدس کند. نکتفی و صلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين.